سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به آی آموزگار یا ای آموزگار. با آموزش دوم از قسمت پیش نیازها در خدمتتون خواهیم بود. این قسمت یعنی این دسته‌بندی آموزش ها که منتهی میشه به آموزش های پیش نیازها مربوط به یک سری از اقداماتی که شما باید قبل از اینکه حالا وارد اون سایت هوش مصنوعی برنامه هوش مصنوعی بشین انجام بدید تا به اون سایت ها دسترسی داشته باشید. آموزش اول رو قبلا ارائه دادیم، بخش جیمیل بود که حالا اکثرا گفتم که همتون انشالله اگر داشتید که از اون جیمیل استفاده میکنید، اگر هم نداشتید از طریق ویدیویی که آموزش دادیم در واقع و لینکش هم اون بالا مشاهده میکنید استفاده کنید و یه جیمیل جدید بسازید برای خودتون. منتها آموزش دوم در رابطه با اینه که شما یه سری در واقع محدودیت‌های دسترسی هست توسط اون سایت ارائه دهنده هوش مصنوعی، مثل چت جی پی تی، مثل گوگل جمینای، مثل کلود، مثل گیورگی که حالا توسط هوش مصنوعی تسلا هستش. اینا یه سری محدودیت‌ها دارن. خب و ما با استفاده از این آموزشی که خدمتتون ارائه میدیم این محدودیت‌ها رو در واقع سعی می‌کنیم رفع کنیم و این محدودیت‌ها مربوط میشه به اون سایت ارائه دهنده خدمات که میخواد حالا یه سری کشورها شاید حالا بسته به اون قوانین اون کشور استفاده نشه در واقع کشور، منظور کشور ارائه دهنده هوش مصنوعی میگه که آقا این کشورها از این هوش مصنوعی در واقع استفاده نکنه از این خدمات. پس ما میایم اینجا محدودیت‌های دسترسی که هستش رو اونا رو در واقع رفع میکنیم. مورد بعدی، ببینید هر آموزشی که در واقع در کانال یوتیوب منتشر میشه به شکل متنی هم در کانال تلگرام منتشر میشه. همونطور که تو تصویر هم مشاهده میکنید به شکل متنی با دسترسی آسان و خوانا و ساده اینجا خدمتتون ارائه دادیم که چطور این موارد رو استفاده کنید و این محدودیت ها رو در واقع رفع کنید. برای این کار حالا برنامه های و همچنین سایت هایی هستش که ارائه خدمات میکنن. فقط این نکته رو هم یادم نرفته بگم که این مورد صرفا برای دوستانی هست که در داخل کشور ایران هستن. خب برای بقیه چه خارج هستن اصلا این معنا نداره که از این برنامه ها استفاده کنن. خب ما از طریق دو روش میتونیم اینا رو در واقع رفع کنیم. همونطور که تصویر هم مشاهده میکنید یکی استفاده از برنامه 403 آنلاین هست که هم اپ موبایل داره هم اپ ویندوز، نرم افزار ویندوز داره، و دیگری استفاده از حالا برنامه شکن برای موبایل، این ولی برنامه‌ای برای ویندوز نداره. حالا از طریق این لینک ها من روش کلیک میکنم، حالا مرورگر ما باز میشه، روی اون یکی هم میخوام کلیک کنم که هر دوشون همزمان باز شن. خب حالا اگر بالا بیاد، بله این سایتی که شما مشاهده میکنید سایت 403 آنلاینه. خب حالا تو قسمت توضیحاتش و مورد اولش گفته اپلیکیشن و DNSی که میخواد در واقع آدرس شما رو تغییر بده. این برای ویندوز هم برنامه داره، برای اندروید هم برنامه داره که حالا از طریق لینک های مستقیم هم میتونید دانلود کنید. حالا ما اول این برنامه رو امتحان کنیم، بعد این تغییر دستی DNS ها رو خدمتتون توضیح میدیم. حالا ما روی دریافت، چون این آموزش حالا مختص ویندوز هستش، روی دریافت مستقیم میزنیم و این قسمت باز میشه که میخواد دانلود کنه. من قبلا این برنامه رو دانلود کردم، میریم که نصبش رو داشته باشیم. خب ببینید این برنامه، این فایلی که دانلود میشه به این شکل، این مورده. خب روش کلیک میکنیم. حالا چون من قبلا باز در واقع نصب کردم، میاد میگه که مورد بعدی رو بزنم، میگه که آقا مثلا میخوای دوباره نصب بشه یا حذفش کنیم. ما میگیم حالا دوباره نصب کنیم که فراینده تکرار بشه. همینه دیگه. خب بعد این نکست میزنید، این میاد نصب میشه و فرایندش تکمیل میشه. خب نصب شد. حالا مورد پینیش رو میزنید و تمام. میاد روی همین DNS کلیک میکنید، 403 آنلاین، حالا گفتم DNS 403 آنلاین، دوباره کلیک کنید که برنامه برامون باز بشه. برنامه برامون باز شد. حالا من جیمیل هم زدم، این جیمیل قبلی که بوده و رمزی که بوده، ولی شما میتونید به ورود به حالت میهمان رو بزنید یا ثبت نام کنید، موردی نیست. من حالا ورود به حالت میهمان رو میزنم. شما اگر حالا ثبت نام کنید روی این در واقع علامت خاموش و روشنی که هستش بزرگ
روش بزنید اوکیه. حالا چون میهمان هستیم این DNS پایینیه رو میزنیم. خب این در واقع پیام براتون میاد چه DNS ست شد. حالا میریم سراغ مرورگرمون و میخوایم در واقع ChatGPT رو امتحان کنیم. من هنوز وارد برنامه ChatGPT نشدم. آموزش بعدیمون عضو شدن در واقع ChatGPT خواهد بود. حالا اینجا یه سرچ میزنیم ChatGPT رو. خب اینجا ChatGPT آورد برامون آماده. بله خب عضو نشدیم دیگه، درسته؟ اینم قرار آموزش بدیم. ببینید موردی نیاورد. دیدید این سایت به راحتی براتون بالا اومد. اگر حالا اون DNS فعال نبود مشکلی ایجاد میشد. البته اینو بگم بعضن حالا بدون DNS هم کار میکنه ولی اون وسطا دیگه گیر میکنه، جواب نمیده به خاطر این آدرسی که شما دارید. اینجا به راحتی میتونیم حالا ما در واقع باهاش تبادل اطلاعات داشته باشیم. خب حالا ما یه دونه سلام کنیم به ChatGPT ببینیم جواب میده یا نه خیر. خب بله اومد، گفت میخواید چیکار کنی و ادامه ماجرا. حالا به شکل فارسی هم پشتیبانی میکنه، هیچ موردی نیست. خب اینم نمونه عملی 2 که حال احوال میپرسه. خب این تغییر DNSی از راه در واقع روش اول بود که ما اومدیم یه برنامه‌ای رو از طریق این لینک هایی که گفتیم دانلود کردیم، نصب کردیم و از طریق این برنامه استفاده کردیم. حالا من میخوام این DNS رو ببندم. بعد این DNS برداشته میشه دیگه. IP شما هر کجا برید با IP ایران خواهد بود. خب بریم این برنامه رو من ببندم. بریم سراغ استفاده از اینکه شما چطور DNS رو دستی ست کنید. کلا 403 آنلاین گفتیم دیگه برای هر دو مورد برنامه داره. حالا یه سراغی از شکن بگیریم. ببینید شکن کلا برنامه نداره. اینجا یه راهنما هست، DNS هم اینجا گذاشته که شما کپی کنید و در واقع دستی وارد کنید. اینم الان توضیح میدم. ببینید اینجا اگر پایین سایت رو نگاه کنیم میگه شکن برای شما فعال نیست. برای اینکه فعال کنیم ما میایم روی راهنمای تنظیم DNS میزنیم، در واقع کلیک میکنیم خب تا منتقل بشه به صفحه راهنما. چون آموزشمون مربوط به ویندوز، روی ویندوز کلیک میکنیم. حالا اندروید خواسته روی اندروید کلیک کنید که در ادامه این قسمت هم آموزش رو انشالله براتون در واقع میسازیم. خب گفته روی منو استارت کلیک کنید و سپس کنترل پنل رو در واقع انتخاب کنید. حالا چون این تا اینجا در واقع ویدیو پایینش فکر کنم ضبط نمیشه، همون سرچ باکسی که قسمت پایین ویندوزتون هست اونجا مورد کنترل پنل رو سرچ کنید. بعد کنترل پنل رو انتخاب کردید این صفحه براتون باز میشه. خب یعنی کلیت این صفحه این به این شکل خواهد بود. اگر نبود ویو بار رو انتخاب کنید. حالا شاید کاتگوری هستش این قسمت، اینو میبریم روی لارج آیکون. میاد قسمت پایین طبق آموزشی که این داشت میگه کجا نتورک اند اینترنت رو انتخاب کنید که همینه دیگه، درسته؟ نتورک اند شیرینگ سنتر رو انتخاب میکنیم. بعد سنس آداپتور ستینگ رو انتخاب میکنیم و در ادامه میاد به این قسمتی که اینترنت هایی که شما قراره در واقع ازش استفاده کردید یا میتونستید استفاده کنید رو براتون نشون میده. حالا من چون از وای فای استفاده میکنم روش کلیک میکنم. این قسمت که باز شد که مورد پراپرتیز یعنی این گزینه رو انتخاب کنید. در ادامه روی این قسمت توضیحات این مورد رو اینترنت پروتکل ورژن 4 رو انتخاب کنید و این صفحه براتون باز میشه. حالا اینجا میبینید این DNS ها ست شده. حالا من قبلا چون اون برنامه شما بگید 403 آنلاین رو در واقع استفاده کردم، شاید به خاطر اون تنظیمات چه فعلا ست. حالا ما این مورد رو میزنیم، اوکی رو میزنیم که حالا این بسته بشه. خب بیایم ببینیم اون تنظیمات مونده یا نه. چون برگشتیم عقب دیگه پاک شدن دیگه، درسته؟ خب مورد پایین رو انتخاب میکنیم. میایم اینجا، حالا من این صفحات اضافی رو پاک میکنم. حالا ما میایم این آدرس ها و نشانی هایی که هستش رو اینجا در واقع کپی میکنیم با کنترل C. حالا کلیک راست هم کنید، در واقع کپی کردن هم مشخصه.
میام این گزینه اینجا کنترل وی میزنیم تا کپی در واقع اینجا ست بشه DNS مون و مورد بعدی رو هم کپی میکنم، کنترل سی در اینجا اضافه میکنیم و کنترل وی. اینا ست شد. منتها این گزینه پایین رو هم بزنید، اگه نزنید ست نخواهد شد DNS. اوکی رو میزنیم، برمیگردیم اگر اینجا هم اوکی رو میزنیم و این هم میبندیم دیگه. ببینید این پیام باید آورده بشه که حالا میگه مشکلی که هستش، حالا شما ببندید دیگه. این مورد رو هم دیدید، شما ببندید. خب میریم صفحه اصلی شکن تا ببینیم DNS ست شد، چون اون پایین یه پیام بود که قبلش که شما ست نشده. ببینیم الان ست هست یا نه خیر. بیایم پایین تر، میگه بله تبریک شما در حال استفاده از شکن هستید. ببینید حالا ما تو این مرورگر اومدیم، کل مرورگرامون در واقع این حالت شده. الان هم بریم سایت های هوش مصنوعی مختلف میتونیم به راحتی استفاده کنیم اگر برامون محدودیتی در نظر گرفتن. حالا اگر شما میخواید اون برنامه رو نصب کنید چه راحت ترید، یعنی این 403 آنلاین رو نصب کنید راحت ترید. این همان آی پی ها همین مسیره. ببینید اینم دو تا آی پی جدا گذاشته که شما میتونید کپی کنید تو همون آدرس هایی که گفتیم در واقع وارد کنید. یه مورد دیگه اگه خواستید دستی وارد کنید، برنامه نصب نکنید، میتونید از طریق همین گزینه هایی که رفتیم رسیدیم اینجا، خب روش کلیک راست کنید، بعد قسمت کریت شورتکات رو در واقع انتخاب کنید. تو صفحه دسکتاپ براتون یه دونه در واقع دسترسی آسان، دسترسی میانبر ایجاد میشه. ببینید اگر من بیام حالا صفحه دسکتاپ این مورد اضافه شد. حالا من قبلا هم اضافه کرده بودم اینجا که روش کلیک کنید به راحتی میتونید قسمت پراپرتیز رو انتخاب کنید و در ادامه تغییر DNS رو داشته باشید از طریق اینترنت پروتکل ورژن 4. اینجا DNS رو در واقع تغییر بدید. حالا ما نمیخوایم دیگه، اینم اوکی میزنیم که تمام بشه این موارد. خب این آموزش دوم از قسمت پیش نیازا بود. حالا اینم چک کنیم ببینیم آیا این قطع شد یا نه. اگر رفرش بزنید سایت تحریم شکن رو، اینجا پایینش خطا چه پیام میاره چه آقا شکن برای شما فعال نیست. خب امیدوارم که این آموزش کاربردی بوده باشه. آموزش متنی هم اینجا هست، برنامه‌ای که شما میتونید برای حالا تنظیماتی که برای موبایل هم هست اینجا ذکر کردیم میتونید به راحتی در واقع نصب کنید و استفاده کنید. امیدوارم براتون مفید باشه. اگر حالا دوست داشتید حمایت کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. سلامت و پایدار باشید.